тарабхонаи Ирам, шаҳри Данғара. Нигоҳ кунед мороженикоша ҳаловат бибаред. Мева қатиай. О тарабхонаи Ирам да бо ин хеле фастфудош ҳам аста ира би. Ҷонум асти. Анами Ирам, тарабхонаи Ирам дар хизмати мо ва шумо. Як бор медонем тамошо кунед ҳаловат бибаред. Биё. Ҳаловат набудум не ки мани дизайн меган ку ҳам дизайн ҳаловат бибаред. Ира би. زبان اسماعیلی سامانی دیواری بخور په ده بیا بخور 5 نمود ششلی شهری دنغره اینا باور میکنین یا طرفخونه فقط بخور و حلاوت ببر ایرم ادرساشو میگین این طرف اگر دست سیگای بریم طرف اشاره دوشنبه میشه این پایین هفته وокзал میشه این طرف اینم کوچه دمه دروی خرمشهر هممون دیدگیم خرمشهر انمی ایرم طرفخانه ایرم در خدمت ما و شما یک بار میدونیم تماشا کنید حلاوت برید بیا انا این زمان بیرون دم بشینی حلاوت میبرید در بیرون بیا من شما رو یک بار نشون بهتون میدم فقط دیدن کنید و حلاوت ببرید این تازگی رو ببینید این گل دارا این خیلی این حلاوت این وجود فواره و بحری ما و شما در اینجا تمام اینا گل دار هست در اینجا جای شیشتنا هست ولی من مخصوص برای شما بازم بنوار میگیرم شیشتنا رو میبینیم بیا اینجا درونی باید بدرونیم اینجا دو آشیانه طرفخانه ایران دو آشیانه در خدمت ما و شما اینجا در اینجا اینا ملایم خنک یخماس مراجنی اینجا رستوران ایران نه طرفخانه ایران در خدمت ما و شما اینجا سلام علیکم زنده باشید من رو میگم اینجا تماشا کنید حلاوت اینجا تماشا کنید حلاوت امون یار دوستان عزیز واسطه اینجا خدمت عزیز زنده باشید در اینجا کم اگه یک جو گشت من در مراکش گشتیم چه تعریف کردن اصلا خودی لازم بازار دارن زنده باشید دور بود که نوش جون کنیم از این جو بهترین سفر ما دوام داره اصلا خب اینا با منیوش هم می‌بینیم اینجا همه چیز هست اینجا در حقیقت طعم‌های زیبا دارن در حقیقت طعم‌های با لذت و با مزه دارن تمامی که خواهید در اینجا هست زنده باش زنده باشین بشین استاد به حضور شما بشینید اینا برادرای عزیز نرخ نوش هم ارزون قیمت نی بچه‌ها اینا حاضر یک تا شما در نشون بهتون حاضر ایرانی برادرها تمام اینمود خورد و خوراک‌ها هست اینا دیدین نرخش هم در تنش هست اینا از 25 تا 50 زنده باشه اینا خیلی دستین ختم آنچه که عیان است حجت به بیان نیست برادرای عزیز طرفخانه ایران شما زکات کردین که فرمایش دادین حالا فرمایش دادن یک جوی میچشید زنده باش برادرم اینا برادرای عزیز من هیچ چیز حلاوت نبودم نه که من دیزاین میگم کو هم دیزاین حلاوت میگیره زبان اسماعیلی سامانی دیواری بخور با هموطنی او هموطنی ما برادرای عزیز ما مخصوص این وقت و ساعت انتخاب کردیم که چی میگن کلینتومون کمه اینجا داشتگم پشت پرده کردیم شما که مقصد در نوار ما نرفتم دیگه دوی ماشین هاش میبریم یک بار دوی ماشین رو شروع نشون بدون اینجا ما میتونیم که هم صنفا هم کورسا هم خدمتا ختم کنیم همه نبود میشه سال درست سال مقصد مایده بود سال مایده داریم خلاصه اگر برادرای عزیز ما یک بار داریم باغچه شال این بالا یک بار شما تماشا کنید باغچه را تماشا کن باغچه را اینا دیدین بچه‌ها باغچه را تماشا کنید حلاوت برید من شما رو الان میدانچه میبرم مخصوص برای شما تماشا کنید حلاوت برید در این باغچه فقط میشینی و حلاوت میبرید دوست عزیز بیا ما بر وقت اومده مالی فوارا کشتگی حالی گیران میشه حالی با خود من اینجا جایی میشه
همین خوراک شام اویلوی اگر در همینجا بخری که حلاوت میبری. من این رقمای تلفنشون رو میمونم، رقمای تلفنشون رو زنگ بزنه مقصد مخصوص برای شما با ای همه عجایبش در همین که در همین درونی شهری دنقره یا که مقصد قشلوقاش هم بگین دستاف که دورا زنگ میزنه دستاف که روان میکنن که جایی که بگی ایسه خجاوک میگی ایسه پرکمچی میگی ایسه سنتودا میگی ایسه بلیونی بالا بلیونی پایون میگی هر کجایی که بگین برای شما آمادن بچه‌ها خدمت کنن دستاف که روان کنن. خیلی درونی شهر پرابلم نیست، درونی شهر ارزانه، در شهر 10 سومتی جنگ میبرن پرابلم. اینو من برای جایی نشستی اویلوی هم هست با دوستا هست میتونه که با دوستاتون بیاین ای همه در همین دور و زمان دا سری فرزندکمون سیله کنیم بیاین با همراه فرزندکمون خوش خرسندانه زندگی کنیم. خوب نیست 5 نمود ششلیکا میشه برادرها. په ده بیا بخور 5 نمود ششلیک. بسم الله میکنیم ما گالوپسی زکاس کردیم یعنی که فرمایش دادیم به حد با مزه که استاد زنده باش. با درجه ریزش در حقیقت با مزه در حقیقت درجه ریزه شوربا هم هست شما میتونید فرمایش بدین خام شوربا هم هست ما گالوپسی فرمایش دادیم. انا با طرف خونه ایران ده با این خیلی فست فوداش هم هست ایرا بی جانم هست شاورما گامبورگر پیتزا اینا برادرای عزیز اینا داریم صورت میبره نه سویا نه چی بای انا این را پیتزا شو با حالت ما رستوران ایران دا بدیم گفتم من میشنیم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن بای با مغزه بده. دوستای عزیز ما خیلی شیشتیم خوردیم حلاوت هم بردیم و برای خوراک پگاهی یعنی زفترکده این خیلی بلینچکا هست و دیگر چیزاش هست و من شما دکن نامش میگیرم. زفترک این خیلی چیزای ترکی هست اینو ببینین حلاوت بریم بچه‌ها کرسی ما چیشای خیلی شویش دم گاب نبوده چویش دم گاب نبوده ایره رستوران ایران طربخانه اویلوی انا برادرها میتونین که شما بیایید خیلی بشینید به حضور استراحت کنید. دوستای عزیز در این طربخانه ایران خروتو میگی شکرو میگی گوش بیرون میگی لولا کباب میگی تمام اینمون ششلیکا خیلی که شما دیدین هست موافق فرمایش شما موافق طبع دل شما آماده میکنن و پیشکش میکنن. باقی سربلند و خانواد باشید. صورت خطم خوش کرد نه خوش شدم خیلی دنگاره داریم ایران گفتنی طرفخونه ای دارم ایران گفتنی طرفخونه بچه ها همه تا دعوت میکنم طرفخونه ایران شهر دنگره نگاه که این مروژنیکوش حلاوت ببری میوه قطعی های میزنی حلاوت میبری بچه ها این اینجا دا تمام استادا آمدگی هم که استادا ببری این سین سال نداره این مروژنی بچه ها سین سال نداره در اینجا همه مروژنی خیلی آمدن نگاه جانم هست نگاه برادر مروژنی که تیار میکنه حلاوت میبری نگاه کنید برادر این سین سال نداره برای همه مروژنی که گرم خوردگی نه حیاتون این اینجا ما برای شاید دست در جان شماست مردمانی رو رحمت در حقیقت ماش میاد روزی ما همش بودم هزار یا خوشک شوش هم میاره انا استاد برای نه استادو در اینجا بزرگوارا عالی هنر عالی صنعت در حقیقت زنده باشه. یک این عجایب بود مروژنی عجایب بود این یخماس بیا حد یخماس گفته میشه برادرها اینا معلومات که مردم دنقره میتونیم بیاین تمام اینا بود فروکتوی میگن که فروکتوی این هم دنقره درون شهر دنقره داریم اینا طربخانه ایران در خدمت ما و شما با لذت با مزه